سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان. آقای امروز یه مراحل بازسازی یه ماشینی رو داریم. حوصله‌مون سر رفته، گفتیم یکی از بهترین کارهایی که میشه کرد یه ماشینی که 15 سال قاطی آشغالا خواب بود. این ماشین مایلاژش بسیار پایینه، کیلومتر خیلی پایینی داره، ولی این ماشینی که دارید میبینید سال 2013 خواب بوده. بسیار افتضاحه. وضعیت داخلش از اینی هم که میبینید بدتره. این وضعیت داخل ماشینه، کرم و کثافت و به شدت. این عقب که اصلا جا نیست، نگاه کنید شما. این وضعیت این ماشین بوده توی 15 سال گذشته، به این ریخت در اومده. حالا ما تصمیم داریم این ماشین رو برگردونیمش به جاده و روزای اولش. البته دیروز یه کارهای کوچولی روش انجام شده از نظر سیستم موتوری برگشته همه چیش، ولی خب از نظر ظاهری رو دارید مشاهده میکنید. حالا مرحله به مرحله فیلمشو میذارم ببینید چه اتفاقاتی داره برای این ماشین میفته. خب 2 تا مشنبا 3 تا مشنبا فقط ما آشغالای پشت تازه خالی کردیم. هنوز یه دنیا دیگه کار داره برای جلوی ماشین. در داشبورد باز نمیشه. خب خسته نباشیم. فعلا داریم آشغالاشو جمع میکنیم. هنوز تا مرحله های دیگهش خیلی کار میبره. آقا ما همچنان در حال تمیز کردن این ماشینی. این ماشین یه آمریکاییه و یه چیز بسیار جالب ما پیدا کردیم توی این ماشین. حرام! این اینجا چیکار میکنه؟ تو خود ایران دیگه این نیست. واقعا جالب بود برام، گفتم ببینید شما. ماشین گریسر زدیم، حالا داریم میریم که شستشوشو انجام بدیم. دوستان باورتون شاید نشه، ولی این حجم آشغال و زباله از توی اون خودرو بالاخره کشیده شد بیرون. فعلا به این شکل در اومده، همونطوری که دارید میبینید. بدنه تقریبا برگشته به اوایل زیبایی خودش. هنوز بامپرش کار داره. داخلش البته این 2-3 روزه سر این که داشتیم کارهای دیگه انجام میدادیم یه خورده هنوز به هم ریخته است، ولی داخل به این شکل در اومده فعلا. حالا آقای سروان عزیزمونه، دوست گرامی خودم، که معجزه کرد روی این ماشین. واقعا معجزه کرد برای تمیز کردنش. کارش فوق‌العاده بود. همینطور موتورش هم با هم ببینید.
هم وضعیت موتور. خب حالا برای این ماشین رینگ و لاستیک سفارش دادم، اونها رو هم براتون تو پست بعدی میذارم که ببینید که رینگ و لاستیک جدیدش قراره چه شکلی باشه. روی ماشین قراره سیستم نصب شه، صندلی‌ها تعویض بشه و خیلی کارهای دیگه. میبینمتون. خب 4 حلقه لاستیکمون رسید، لاستیکاش قشنگ میشه. 2 سایز بزرگتر گرفتیم، خودش 15 این 17. این هم رینگایی که رسیده برامون. امیدوارم سلیقه‌ی منو بپسندید. رینگای 5 پر به این شکل، رینگای 17 که قراره بره زیر ماشین. حالا توی بقیه پست ها کارهای دیگه ماشینی که داریم انجام میدیم بهتون نشون میدم.